همشیره جان، اسم شما؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. نام من ستاره است، یکی از باشندگان شهر قندار. عمر شما چند سال است؟ عمر من 15 ساله می باشم. دین شما؟ دین ما مسلمان است، سنی. سنی مذهب است؟ بله، سنی مذهب است. در کجا تولد شده؟ در شهر هرات. حال در کجا زندگی میکنید؟ فعلا به محلجات زندگی میکنم. در شهر قندار؟ بله، شهر قندار، نای ششم محلجات. شوهر داری؟ بله، شوهر دارم. چی کار میکنه؟ هیچ بین بازار کار میکنه. کارگری روزانه. چند بار شما ازدواج کردین؟ بار اولم است، 1 سال میشه. اولاد داری؟ نه خیر ندارم. اعضای فامیل شما چند است؟ اعضای فامیل ما 14 نفر است. فرق در بین زندگی زنان و مردان در افغانستان چی است؟ فرق در بین زندگی زنان و مردان فعلا در افغانستان خیلی هم فرق داره، چرا که مردا اینجا خود مرد سالاری زیاد است، زنها هیچ حقوق ندارن، حقوق زن پایمال است دیگه. زن خود دیگه هیچ به نظر مردا زن نیست، البته مثل که یک مزدورکار باشه یا برای خود به خاطر کار کردن و به خاطر ظلم و ستم آورده باشه دیگه، چیزی نیست. اگر بخوایم که این قانون از بین ببریم، یعنی ظلم و زور از بین ببریم، ما و شما چی باید بکنیم؟ ما و شما زنان، ما و شما حال فعلا هیچ کاری ما نمیتونیم ما زنا کرده، چرا که ما توان این کارا نداریم. سطح سواد ما پایین است و ما کل زنای افغانستان بی سواد مانده، کسی نیست که سواد داشته باشه. او هم که داره، او هم شاید هم به خصوص بغندار خو هیچ نیست دیگه. باید کاری شود که ما و شما بتانیم که از حقوق خود دفاع کنیم. هر روز شما چی کارایی میکنین؟ کارهای روزانه رو میکنم، کارخانه مثل لباسشویی، ظرفشویی، جاروکشی، صفای خانه دیگه، کارهای روزانه. آیا وقت به شهر قندار موتر چلانده ای؟ نه خیر، تا حالا شرایط مساعد نشده که ما موتر چلانی کنیم. آیا میخوایی بچلانی؟ فکر نکنم، چرا که ما در یک فامیل عروسی کردیم که بی اندازه یک سطح فامیل از او سطح روشن فکر نیستن، یعنی سطح فکرشان پایین است، قدر آزادی دو خانه نیست دیگه. کارا خو باشه، باز موتر چلانی ده کجاست؟ شما چند سال مکتب خواندین؟ تصنیف چند مکتب؟ تصنیف 7 تا 8 زیاد نخواندم، چرا خانه پدرم که بودم خواندم، خورد که بودم البته. آیا یک وقت وظیفه اجرا کردی؟ نه خیر، نه نکردم. چرا نکردی؟ چرا که من خود تا حال 15 سال هستم، وقتی که من مکتب میخواندم چطور وظیفه اجرا میکردم، من خود بودم. خود بداشتن ایش نه، اگر مکتب میخواندی و سواددار میبودی، بداشتن ایش نه وظیفه مشکلی نداشتی؟ اگر مکتب میخواندم، تحصیل ما پیش میبردم، شاید یک چیز میشدم، یک وظیفه را اجرا میکردم. شاید من آرزوهای زیادی داشتم، مگم افسوس که آرزوهای من در خاک یکسان شد. چرا حال هیچ کار نمیکنی، هیچ وظیفه؟ چرا که از طرف فامیل خود اجازه ندارم و خودم هم یک زن آل دیگه، فکر من خلاص شده دیگه، از من تیر شد، گذشت. سیاست در افغانستان چطور فکر میکنی؟ سیاست در افغانستان به نظر من زیاد است و سیاست به خصوص مردا و زنان را مثل که یک کس زیر شکنجه قرار بده و اونا مثل که یک کس حیوان سر حیوان زور و بیرحمانه کار کنه، اون قسم مردا سر زن هستن. و اینجا خود گفتم پیشترم به شما ذکر کردم که زنان زیر دست مردا هستن و مردا خود نظم بالله خدا فکر میکنن و مرد سالاری است. نه امی جنگ و جدل، مشکلات امنیتی و این درباره این چطور فکر میکنی؟ خود زیاد یعنی است. این دست کی است که به وطن ما این دست خامه کشورهای خارج است که نمیمانن افغانستان قرار باشه و مردم افغانستان نمیخواین که امیت آزاد باشند و آرام باشند، از به خصوص امی کشورهای پاکستان و کشورهای همسایه است دیگه. اینم آیا در انتخابات سهم میگیری؟ دلم است که سهم بگیرم، مگم شاید فامیلم اجازه نده. اگر سهم بگیری چطور فیصله میکنی به کی رای بدی؟ اگر سهم بگیرم که به کی رای بدم، شاید به کسی رای بدم که بتونه افغانستان آباد کنه و یک جامعه نوی انتخاب کنه و یک قانونی نوی رو تعیین کنه، یک افغانستان آزاد و آرام بسازه.
شما چطور فیصله میکنید که به کی رای بدید؟ خود ما به دل خود فیصله میکنم اگه به دل خود باشم. درباره عیسی یا ناتو چی فکر میکنی؟ فکر مثبت میکنم، چرا او به خاطر ما اینجا میاین کمک میکنن، به خاطر ما جان خدا کلگی از دست میتن، به خاطر افغانستان، به خاطر مردم افغانستان میاین کمک میکنن. فکر من مثبت است میگم دیگه. از عیسی یا ناتو به شهر میترسی؟ ها چرا نه، وقتی که او میاین مجبور هستیم کلگی ما بترسیم، جان ما به خطر است، اونا هم به خطر هستن، ما هم به خطر هستیم. به همین خاطر دیگه او هم میترسن، ما هم میترسیم، مجبور هستیم. در آینده درباره زندگی شخصی خود چی امید داری؟ امیدهای من خود گذشت، اگر دوباره پس بگردم و زندگیم سر از نو شه و من امیدهای زیادی دارم و خواهشهای من زیاد است که دوباره من درس بخوانم، کاش بیای حالا دوباره سر از نو و عمری که داشتم پس سر از نو شه و آرزوهای خود برآورده میکنم، درس میخوانم، تحصیل میکنم تا که ما هم یک چیز شوم. مال گذشت دیگه، چطور افسوس. به 10 سال آینده در افغانستان حالت افغانستان چطور به نظر شما شاید باشه؟ به نظر من خب چیز گفتن نمیتونم در این باره که 10 سال آینده چه قسم باشه. امیدواریم که بهتر شود و نه که از این خرابتر باشه. و حالت زنان چطور حالت خواهد باشه؟ زنان اگر شرایط همین قسم پیشرفت کنه فکر کنم خرابتر خواهد شد حالت زنان، چرا که حقوق زنان هیچ در نظر نیست، به خصوص در شهر قندهار. شما با شوهر خود چطور آشنا شدید؟ ما به شوهر خود خرد بودم، بچه خانه بودم، دختر خانه بودم و آشنایی دیگه پدرم مرا به زور داد، من خودم ندادم که آشنایی داشته باشم. پدرت وقتی که تو را به او داد به عوضش پیسه گرفت؟ بله چرا نه. چقدر گرفت؟ 7 لک. 7 لک افغانی؟ بله 7 لک افغانی گرفت. وقتی که عروسی کردی چند ساله بودی؟ 14 ساله بودم، 1 سال از عروسی میشه 15 شد. در او وقت چی فکر میکردی که عروسی تو بود؟ بسیار فکر من بسیار خراب بود. ایش در فکر از این کسایی بودن که کسی است که عروسی میکنه بسیار خوش است، مگم فکر من بسیار خراب بود، چرا که من به این سن سال و خردگی چرا عروسی میکردم، باید مال درس میخواندم، باید حال من مکتب خلاص میکردم دیگه، یک تحصیل میکردم تا که من یک چیز در جامعه میشد. امیدهای تو برای ازدواج تو چطور بود؟ هیچ امیدی نداشتم، چرا که بدل خود به خوش خودم مرا نداده بودن، به زور مرا دادن و من شوهر خودم مال نمیخوایم. اگر مقصد زندگیم بسیار سخت است دیگه، امیدی نداشتم، چرا امیدهای من میگید از بین رفت دیگه. به ازدواج چیز زندگی تو از روزی که عروسی شدی تا به حال چطور است؟ بسیار سخت است، چرا که من یک دختر شهر بودم، از ولایت هرات هستم و در قندهار عروسی کردم همراه یک نفر قنداری که بسیار سخت میگذره از عروسی. زندگی من دیگه مقصد زندگیم سخت